دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یک شنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه با دستگیری صاحبکاران وطنی. درود بر شما بینندگان ارجمند. به امید سرسبزی کشورمان، به امید خانه آبادی شما به برنامه نوبتی آغاز می‌بخشیم. اگر در خاطر داشته باشید در جلسه گذشته ما پیرامون یکی از دوره‌های بسیار مهم تاریخمان، زمان استیلای یونانی ها و تسلط آنها بر سرزمین ما، زمان تخت و تاز آنها و عاقبت‌های بسیار ناجور و بسیار وخیمی که برای سرزمین و مردم ما آمده بود صحبت کرده بودیم. و این مجلس، این محفل امروز رو ما به دوره پس از دوره هجوم اسکندر میبخشیم. و نخستین مطلبی که من فکر میکنم باید مردم تاجیک، تمام مردم ایرانی تبار دانند این است که سرزمین ما برای آن که از یوغ و از استثمار و از استیلا و از استعمار این قوم یعنی یونانی ها خلاص یابد، تلاش های زیاد کرد و این استقلال، این سرافرازی که بعدتر به دست آمد و همین خیلی به طور رایگان و مفت نصیب ما نشد. اجداد ما برای به دست آوردن این استقلال جانهای خود باختند، مردم زیادی تلف شدند و این یک دوره بسیار حساس است. و این خاطر محفل امروزی ما به سرنوشت مردم ما، به سرنوشت اجداد ما در زمان حکومت دو سلسله خیلی معروف، اشکانیان و کوشانیان بخشیده شده است. اشکانیان از کجا برخواستند و برای چی در تاریخ نگاری اینها رو با نام‌های گوناگون یاد میکنند؟ در بعضی آثار این دوره پارت میگویند، در بعضی کتاب‌ها زمانی اشکانیان میگن، بعضی کتاب‌های دیگه حتی پرفیه. ما چی نامیم؟ این سوالی که مطرح شد سوالی درست است، به خاطر آنکه در کتاب‌های گوناگون وابسته به زبان، وابسته به منابع و سرچشمه‌هایی که استفاده میبرند، در واقع این دوره رو نام‌های گوناگون دادند. بعضی با نام اشکانیان، یعنی با نام سلسله که حکومت میکرد، بعضی ها با نام سرزمین، یعنی سرزمین پارت، و بعضی ها همین سرزمین پارت پرفیه مینامند. پرفیه این تلفظی اروپایی و روسی این کلمه است. من میخواهم به شما بینندگان ارجمند این نکته را تاکید کنم که پارت یا پرفیه این نامی سرزمین بود. این کدام سرزمینی است که در حدود آسیای مرکزی تا ایران، یعنی حدود امروزی مرکزش امروزی جمهوری ترکمنستان و بعضی از بخش‌های افغانستان و بعضی از قسمت‌های ایران است. این سرزمین میدان پارت و خواستگاهی همین سلسله که حکومت میکرد همین سرزمین بود. این سلسله را اشکانیان مینامند. برای چی؟ به خاطر آن که مؤسس این سلاله کسی با نام اشک بود و همین دودمان همین سلاله را با نام او اشکانیان نامیدند. این دوره در تاریخ ما چرا اینقدر مهم ارزیابی گردیده میشه زمان حکومت اشکانیان؟ به خاطر آن که شما اگر مقایسه، این اشکانیان در بین هخامنشی‌ها و بین ساسانیان قرار دارند، یعنی یک نقطه وصل دو سلسله بسیار معتبرند. اما متاسفانه درباره این دوره هم نسبت به اشکانیان هم نسبت به ساسانیان که بعد بودند، یعنی بعد از اینا آمدن، هم نسبت به هخامنشی‌ها که از اینها پیشتر حکومت کردند معلومات بسیار کم است. اخبار خیلی ناقص است. چرا؟ به خاطر آن که یکم این که اینها در یک جای قرار داشتند که نه یونانی ها با اینها ارتباطی نزدیک داشتند و نه ساسانیان درباره اینها تأثیراتی نیک داشتند، چون ساسانیان قدرت از اشکانیان گرفته بودند و به هر راه میخواستند که تأثیر خودشان بیشتر کنند
و نقش این سلسله را در تاریخ کمرنگتر کنند. به این خاطر دانستن این دوره برای نفری که تاریخ برای وی مهم است بسیار اهمیت خاص دارد و اصلا این دوره نسبت به دوره های دیگری تاریخی ما بسیار دوره مظلوم و محروم است، به خاطر اینکه دربارش کم کار شده است، دربارش کمتر تحقیق شده است و خودی سرچشمه ها منابعی هم پارسی میانه هم عربی هم اروپایی در این باره خیلی کم است و پراکنده است. اگر شما به شاهنامه هم نگاه کنید این سلسله این دوره خیلی کمرنگ و بیشتر پیچیده بیان شده است نسبت به دوره های بعدی و نسبت حتی به دوره های قبلی. به همین خاطر دانستن اشکانیان سرنوشت آنها برای تاریخ ما بسیار مهم است. خب درباره اینها حکومت چطور گرفتند؟ وقتی که اسکندر در سال 323 تا میلاد از دنیا رفت، اون امپری بسیار گسترده او که از بالکان تا هندوستان دامن گسترده بود در یک مدت کوتاه متلاشی شد، پراکنده شد. چرا؟ چون اسکندر سرزمین ها را ضبط میکرد اما برای استقرار این حکومت خودش، برای آنکه این کشورها را در اطاعت نگاه داره تقریبا نه کاری کرد نه فرصت داشت، چون در یک سن سالی خیلی جوانی اون همگی 33-34 سال داشت که از دنیا رفت و این امپری گسترده به صاحب ماند و پارچه و تیکه شد. بسیار سرزمین های قسمت ایران و آسیا مرکزی در ترکیب یک دولتی بودند با نام دولت سلفکیان. این دولت برای چی سلفکیان میگفتن؟ به خاطر اینکه مؤسس این دولت سلف نام یک سرلشکری اسکندر بود و همین خاطر این سالار سلفکیا میگن و سلفکیا تقریبا نیم عصر حدودی 50 سال حکومت کردند و در دوام این 50 سال همیشه در مبارزه و جنگ بودند که حکومتشون استقرار بخشند، هم در سمت کافکاز، هم در سمت مصر و هم در ایران و آسیا مرکزی. به همین خاطر در سال 250 این سلاله حکومتش در ایران و آسیا مرکزی از بین می رود. چرا از بین می رود؟ به خاطر آنکه در یک زمان هم در حدود باختر، یعنی حدود امروزه قسمت افغانستان و تاجیکستان و قسمت ازبکستان که سرزمین باختر نامیده میشد و هم در پارت و بخشی از ایران دو سلسله نو آمد در یک وقت. این حدوداً تقریبا بین سال 250 247 تا میلاد بود. در همین یک زمان در سرزمین پارت اشک و اولادی او سر کردند و حکومت در این قسمت یک سلاله دیگر یونانی که بعد این نام این دولت میگن دولت یونان باختر که در قسمت امروزی آسیا مرکزی بود. اکنون ما درباره دوره اولیه این سلاله بسیار کم میدانیم، اما چرا زمان اشکانیان مهم است؟ برای آنکه اشکانیان همون صد راه یونانی شوی تمدن ایران زمین گرفتن، یعنی با گذشت تقریبا 70-80 سال اینها خلل وارد کردند که این سرزمین پر یونانی گردد. من مطمئنم که اگر اشکانیان سر کار نمی آمدند و به حکومت یونانی ها خاتمه نمی دادند، شاید در دوام 200-300 سال سرزمین ما تقریبا از تمام ریشه های خود کنده می شد. یعنی هم آیین زردشتی کاملا از بین می رفت، هم خط و زبان از بین می رفت و هم در عرف و در هنر و معماری و فرهنگ این مردم یک گذشتی یک دیگرگونی کلی به وجود میاد. به همین خاطر ما صرف نظر از اینکه خودی اشکانیان یک کمی گرایش یونانی هم داشتن، با وجود این اینها توانستند در زمینه استقلال بخشی، در زمینه احیای ارزش های تا زمان یونان و استقرار سلاله شاهنشاهی ایرانی نژاد یعنی هخامنشی توانستند که همین سفینه تاریخی ما را راهنمایی کنند و آن از استعمار و از وابستگی رها بخشند. مهمترین حادثه تاریخ اشکانیان چیست؟ مهمترین حادثه تاریخ اشکانیان چیست؟ من یک نکته رو میخوام به شما بگویم. اشکانیان طولانی ترین حکومت در تاریخ گذشته ما کردند. یعنی اگر ساسانیان 400 سال، اگر هخامنشی ها 200 سال حکومت کرده باشند، اینها نزدیک 500 سال حکومت در دستشان بود. یعنی پس یک حکومت، یک سلسله‌ای که
500 سال حکومت کرده است. اگر ما گوییم که کدام حادثش خیلی مهم بود، کمی کار بر ما دشوار است، چرا اینکه این حادثه بسیار مهم شد. اما اینها در تاریخ جهان اشکانیان یک سلاله بسیار یک سلسله معروفند. یعنی شما اگر تاریخ دنیای قدیم بخوانید حتما ذکر اشکانیان هست. اگر شما تاریخ آسیا را خوانید به اشکانیان نمی شود. اگر شما تاریخ دنیای باستانی اروپا را خوانید به اشکانیان نمی شود. و از همین لحاظ من فکر میکنم که یکی از حادثه های بسیار مهمی تاریخ اشکانیان جنگ های زیاده از 400 ساله اینها با امپری ریم است. امپری ریم شما میدانید که در تاریخ یکی از قدرتمندترین و یکی از ماندگارترین حکومت های طول تاریخ هست که در پهنای هم اروپا هم آسیا و افریقا اینا در منطقه عظیم حکومت داشتند و تمدن عصر میانگی اروپا سرچشمه از ریم میگیرد. یعنی تاریخ ریم تا آنجا برای تاریخ جهان مهم است که از سقوط تاریخ ریم شروع می شود دوره عصر میانه. از تأسیس این دوره شروع می شود زمانی تا غلامداری و غلامداری اروپا. این دوره بسیار مهم است و همین خدمت اشکانیان و جایگاه اشکانیان در همین تیکه دوره تاریخ ما همین است که اشکانیان یک سلسله بودند که با روم با همین که ما البته گاه روم گاه ریم میگویم باید شما تعجب نکنید، به خاطر اینکه در خود اروپایی ها روم می نویسند، این دولت روس ها ریم می نویسند و در گویش برادران افغانی و ایرانی ما بیشتر و در میان عرب ها هم چیز بیشتر اصطلاح روم مشهور است که بخاطر این با تقسیم میکنن رومی شرقی و رومی غربی گفته. اما همین روم یا که ریمی که ما دربارش گپ میزنیم که یک تمدنی بسیار عظیمه و یک دوره عظیمی تاریخ در بر میگیرد با اشکانیان حساب و کتاب داشت و در بین این دولت روم و اشکانیان در همین زمان 400 سال ده ها جنگ اتفاق افتاده است. و میدونید عجیب این است که این رومی ها که تمام اروپا و آسیا و شرق و غرب در ترس نگاه می داشتند و قدرتی اولی جهانی آن روز بودند، از اشکانیان می ترسیدند و بارها از اشکانیان شکست خورده بودند. و یکی از جنگ های بسیار مهمی تاریخ که بین رومی ها و اشکانیان شده بود در زمان حکومت امپراتور کراس اتفاق افتاد. این کراس یک قدرت بسیار بزرگی آن روز جهان بود و در یک لشکرکشی که در سال 55 تا میلاد رخ می‌دهد با ارتش اشکانیان روبرو میشد و در این جنگ برخلاف انتظار خود رومی ها اشکانیان بر آنها پیروز میشوند و صد نفوذ آنها برای تاثیر منبعد در شرق میشوند. یعنی همین پیروزی اشکانیان چنان مهم بود که برای یک مدت طولانی به پیشروی و به تفسیه طلبی رومی ها در شرق اینها مانع شدند. به این خاطر حادثه مهمترینی شاید اگر وابسته به سوالی که شما مطرح کردید ما باید بگوییم که حادثه بسیار مهمی که در تاریخ اشکانیان اتفاق افتاد همین حادثه بود. اشکانیان دامنه قدرت اشکانیان یعنی نفوذ سیاسی آنها از امروزه حدود قفقاز و حدود امروزه حدود آسیای خرد و که در حیات دولتی ترکیه امروزه هست تا دشت‌های آسیا مرکزی دوام میکرد و در اینجا در قسمت دشت‌های آسیا مرکزی و اینها با قدرت‌های دیگر از جمله با سلاله‌های دیگری که در این منطقه حکومت میکردن برخورد داشتند. اما در هر صورت زمانی که اشکانیان حکومت میکردن این زمانی بسیار یک دوره طولانی و دوره نسبتاً آرامی تاریخی سرزمین ما به شمار می رود. کوشانیان کیستند؟ تقریباً 100 سال پس از آن که حکومت اشکانیان در قسمت ایران یکی از بخشی از قسمت آسیا مرکزی به حکومت خود ادامه میداد، در حدود سالهای 130-120 در بین همین سالهای پیش از میلاد در سرزمین آسیا مرکزی یک قدرت دیگر ارزی هستی کرد. این که قدرت در تاریخ با نام کوشان یا که کوشانیان مشهور است. من باید به شما بگویم بینندگان ارجمند که درباره آن که کوشانیان متعلق کدام خلق بودند در میان مورخان
بحث و جدل ها و در هر صورت اختلافات نظر موجود است. اما یکی از دلیل های بسیار قاطعی که بعضی مورخان خارجی در این باره اظهار نظر کردن این است که این سلسله ایران نژاد است و از گذشتگان ما هستند و نام های اینها، نام همین سلسله، چهره آنها که در تنگه های همون، در سکه های همون زمان ضرب یافته است و جهانبینی آنها و زبان آنها شهادت می‌دهد که این سلسله کوشانی از میان مردم ما برخاستند و متعلق به تاریخ ما هستند. همین قبیله هایی که آمدند و موجب تأسیس دولت کوشان شدند در تاریخ اینها را با نام یوجی ها میشناسند. این یوجی ها خاصگاهشون در سرزمین بین آسیا مرکزی و خیتای و قسمی میگن که در حدود مغولستان امروزه بود و اینها وقتی که آمدند کاری که اینها کردند، کاری مهمترین کاری کردن اینها چی بود؟ اینها به حکومت این سلاله یونانی که از باقی مانده های اسکندر بود و در آسیا مرکزی حکومت میکردند و این دولت در تاریخ دولت یونان و باختر میگویند. چرا؟ چون سرزمینش باختر بود اما حکومتش حکومت یونانی بود. یوجی ها آمدند به سلاله این یونان و باختری در همین سالهای 30 عصر 2 پیش از میلاد خاتمه دادند و دوره حکومت آنها هم دوره بسیار طولانی به شمار می رود. یعنی شما تصور کنید از اگر ما از سال 130 پیش از میلاد بگیریم و تا عصر 3 اینا بیش از 300 سال در یک سرزمینی بسیار گسترده حکومت کردند. چیزی دیگری که درباره کوشانیان باید بگویم این است که درباره تاریخ این سلاله مثل اشکانیان، مثل ساسانیان و دیگر سلسله ها تاریخی مرتب و منظم اینها نوشته نشده است. بیشتری معلوماتی که ما پیدا میکنیم از همون سکه هایی که هست که عکس اینها باقی مانده است. بعد درباره اینها سلسله تاریخی مورخان گوناگون از جمله چینی ها، از جمله ارمنی ها، بعد مورخان یونانی و ریمی معلومات میدن. یعنی خودی معلومات یا سالنامه هایی که کوشانی خودشان ترتیب داده باشند و مثل دیگر سلاله ها موجود باشد این چیزها بسیار کمند. به این خاطر تاریخ تأسیس این سلاله و شکوفایی آن و برهمخوریش یک کمی پیچیده است. با وجود این ما باید از این سلسله یاد آوریم زیرا نقش این سلسله در تاریخ ما بسیار بزرگ است. باز چیزهایی که درباره این سلاله یعنی کوشان ما باید بگوییم، همین میتوانیم اشاره کنیم که اینها برخلاف سلسله های پیش از خودشان و بعد از خودشان از بس که سرزمین هند هم اینا تصرف کرده بودن، اینها در سرزمین هند و در بخشی از چین با آیین بودایی آشنا میشوند و بعضی از نمایندگان دولت کوشان آیین بودایی را قبول میکنند. از جمله قدرتمندترین پادشاه این دولت یعنی کوشانیان یک شخصی بود با نام کنیشکا. این کنیشکا پیروی دین بودایی بود و گذشته از این در همین قلمرو خود در پایتخت خود یک انجمنی بودایی شناسی یا که شناختی بودا را جمع میکند و دانشمندان گوناگون از هند، از چین، از آسیا مرکزی، از کشورهای گوناگون جمع می آیند. به خاطر آن جمع می آیند که برای تبلیغ همین دین، برای یکپارچگی همین دین و من بعد گسترش این دین خدمت کنند و در اکثر سکه هایی که از زمان کوشان باقی مانده است و این سکه ها در حدود افغانستان، در تاجیکستان، در ازبکستان پیدا شدند، همین عکس های بودا درج یافتند و اگر شما به حدودهای این کشور اگر توجه کنید، در حدودهایی که این سلاله حکومت میکرد، یعنی در حدود هند، امروز افغانستان و آسیا مرکزی، خصوصا قسمت بخش تاجیکستان جنوبی و قسمت ازبکستان شرقی، اکثر بازیافت‌ها و یادگاری‌ها که یافتند متعلق به فرهنگ کوشان است و ببخشید متعلق به آیین بودا است و مجسمه های بودا است که این هم گواه دیگری آن است که در این سرزمین و در حکومت اینها آیین بودا زیاد گسترش یافته بود و پهن می شد. سوال آخران این است که چه خدمت این سلسله به تاریخ ما کردند.
در ارتباط با سوال شما که اینها چه خدمتی به تاریخ ما کردن، من همین میخوام گفتن که هم کوشانیان هم اشکانیان در دوره حکومت میکردن و حکومتشون از یونانی ها گرفتن. یعنی یک خدمت اینها این بود که یونانی های بیگانه و اجنبی را از سرزمین ما راندن و دوره حکومت اینها ما میخواهیم نمیخواهیم با کسی پسند است پسند نیست، این دوره حکومت مردم بومی مردم محلی است. این یکم خدمت آنها. خدمت دومی آنها این است که کوشانیان حتی از اشکانیان بیشتر به فرهنگ ملی به فرهنگ محلی مردم پایبند بودند. یک نشانه بسیار بارزی آن ما میتوانیم در همین یک کتیبه‌ای که در حدود افغانستان یافت شد پیدا کنیم. در همین کتیبه هرچند با خطی یونانی است، چون خط یونانی در مدت 100-200 سالی حکومت اونها خیلی دیگه گسترش یافته بود، اینها به جای زبان یونانی زبان محلی این سرزمین، یکی از زبانهای محلی این سرزمین زبان باختری را گسترش دادند و در همون کتیبه که در این سرزمین یافت شد حتی گفته می شود که ما با زبان آریایی، این خیلی چیزی مهم است که یعنی ما با زبان آریایی این چیز نوشته کردیم. این معنی آن دارد که ما از فرهنگ یونانی، که یعنی ما به حکومت سیاسی به حکومت فرهنگی یونانی ها در این سرزمین خاتمه دادیم. اگر شما در خاطر داشته باشید وقتی که اسکندر آمد به پایتخت هخامنشی ها، به یک شهر بسیار شکوفا و زیبای پرسپولیس که در حدود امروزی ایران در نزدیکی شیراز است خاتمه داد و اون به آتش کشید. این شهر طوری که از خرابه های اون پیدا می شود یک شهر بسیار نازنین، یک بینای بسیار یک شهر بسیار زیبا بود و تمام بیناهاش از سنگ بودند و اسکندر وقتی آمد اون عظمت و شکوه اون دید که بیشتر و گسترده تر و با شکوهتر از شهرهای یونان بود. میدانست که این یک شهر بسیار عظیم است و اونو باید نگه داشت. اما برای اسکندر مهم بود که به جهان اعلام کند، بگوید که به حکومت پارسا من خاتمه دادم، یعنی مرکز اونها رو من از بین بردم. یعنی این کارش گذشته از این که یک کاری بسیار از نگاهی تاریخی و از نگاهی فرهنگی یک کاری بسیار مخرب، یک کاری بسیار خرابی آور و یک کاری نادرست بود، اما برای او در همون زمان همون انگیزی سیاسیش مهمتر بود. اون میخواست به جهانی اون روز شرق و غرب بگوید که ببینید من به حکومت این خاندان، به حکومت این کشور من خاتمه دادم. و نکته دیگر این که اگر شما به همین یادگاری پرسپولیس یا که با نام تخت جمشید مشهور است، اگر شما نگاه کنید در دیوارهای همون بیناها عکسی همه حاکمانی که به هخامنشی‌ها باج میدادن عکسی اونها هست. به همراه اون باجشون یک گروه چاروا آورده میدادن، گروه طلا، گروه مثال دیگر اشیاء دیگر. اینا میخواستن به دنیای اون روز به مهمانان خود در این کشور بگویند که یعنی ما این کشورها رو زیر حکومت آوردیم و با خرابکاری آن اسکندر میخواست به دنیا بگوید که یعنی من به حکومت اینا خاتمه دادم. انا که شما ببینید در همین زمینه ما وقتی که درباره کوشان گپ میزنیم و خدمت کوشانیان میخوایم تاکید کردن، باید همین نکته رو بگوییم که کوشانیان ماده طمع یونان از این سرزمین دفع کردن برچیدن، کاری کردن به همزمانان خود، به مردم خود گفتن که یعنی ما یونانی نیستیم، ما با زبان خودمون سخن میکنیم، با زبان خودمون خط مینویسیم و از دین و آیین خودمون دفاع میکنیم. چون که اگر در زمان حکومت یونانی ها در اون شهرهایی که در این قسمت پیدا شد، از جمله در حدود قسمت شمالی افغانستان و جنوبی تاجیکستان، چندین یادگاری هایی یافت شد که مربوط زمان کوشانند. بسیار یادگاری های عجیبند. یکی از همینا یادگاری عجینه تپه است، یا که یک یادگاری که به دوره پیش از این به یونان باختر تعلق دارد، یادگاری تخت سنگین است که در قسمت جنوبی تاجیکستان است. اینها آثار یونانی بودند و آثار زمان کوشانی دیده می شود که آیین شرقی است، یعنی بودایی است، زبان شرقی محلی است، زبان باختری یا زبان پهلوی است یا زبان سغدی است و
چهره ها دیده می شود. دیگه چهره های یونانی نیستن، چهره های شرقی هستند و مرکز از اروپا می بیاید به شرق. و قسمت دیگری چیزی که مهم است این بود که اینها وقتی که سرزمین هندوستان تصرف کردن، ارتباط نزدیک بین آسیای میانه و هندوستان گسترش یافت و این ارتباط سبب شد که رابطه های تجارتی شکل گیرد و رابطه های تجارتی در زمانی شکل میگیرد که امنیت برقرار شود. زمانی حکومت کوشان، خصوصا کوشانیان اول، زمانی استقرار امنیت، ثبات و دوره نسبتاً پیشرفتی سرزمین آسیا مرکزی است. اما در آخرهای عصر دو به حکومت کوشانیان هم زوال تهدید کرد و من باید بگویم که کوشانیان و اشکانیان تقریبا در یک دوره از بین رفتند، یعنی در یک دوره از تاریخ محو شدند و متاسفانه باید یک نکته دیگر هم باید تاکید کنیم که یکی از سبب‌هایی که این دو قدرت در یک زمان تقریبا از صحنه سیاسی دور شدند این بود که اینها متاسفانه با وجود آن که هر دوشان سلاله‌های آریایی بودند، در میان این سلاله‌ها صلح و صفا و رابطه حسنه کمتر برقرار بود. بیشتر به خاطر بر این یا آن سرزمین حکومت کردن میانشان جنگ ها اتفاق افتاد. ده ها جنگ بین اینها اتفاق افتاد و هر دو کشور هم، یعنی هم ساسانیان و هم اشکانیان ضعیف شدند و انمی دو قدرت ضعیف شده را ساسانیان تازه نفس و جوان آمدند و هر دو را از بین برداشتند و به حکومت این خاندان و این دو خاندان خاتمه دادند. صرف نظر از دوره‌های صعود و سقوط یا دوره‌های بالاروی و زوال این قدرت‌ها، ما باید بگوییم که زمان حکومت اشکانیان و کوشانیان، این دو دوره تاریخی حدوداً 400-500 سال در بر میگیرد، دوره مهمی تاریخی ما بود. ما به ندانستن این تاریخ نمیتوانیم تاریخ قبل و بعد از خود به همدیگر وصل کنیم، پیوند کنیم. درباره قدرت، درباره این حکومت ها باز کتاب های زیادی نوشته شده است با زبان های گوناگون، چون این دو قدرت، دو سلسله حکومتگر تنها هرچند جزء تاریخی مایند، هرچند هم نژادی مایند، اینها دایره گسترش نفوذ آنها از محدوده تاجیک زمین بیرون میبرامند و به هند و به چین و به کافکاز و حتی به روم منتهی میشد. به این خاطر اینها در قطار آن که جزء تاریخی مایند، جزء تاریخ عمومی بشری هم هستند و در تاریخ‌های عمومی بشری، تاریخ‌های جهانی، اگر شما با زبان انگلیسی، با روسی، با فرانسوی، با آلمانی که کتاب‌های تاریخی جهان نوشتن، اگر شما مراجعه کنید حتما ذکر اینها رو مفصل‌تر می‌خونید و در دانشنامه‌ها و انسیکلوپدیاهای جهانی هم درباره اینها معلومات بسیار مفصل است. من فکر می‌کنم که دانستن تاریخ، سبق‌های تاریخ برای خودآگاهی، برای بصیرت، برای روشندلی و برای از تجربه از تاریخ عبرت گرفتن و آینده را ساختن بسیار مهم است. فکر میکنم که ما در گفتارهای من بعد پیرامون این سلسله ها مفصلتر بحث خواهیم کرد. با همین امید با شما خداحافظی میکنم و به خاندان شما، به هر یکی شما، به کشوری عزیزمان و به تمام مردم عالم سرفرازی، تندرستی و آرامش را آرزو میکنم. زنده باشید. دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یکشنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه با دستگیری صاحبکاران وطنی